انقدر جالبه که تا آخر امروز برای همه تعریفش میکنیم. وقتی یک نفر پهلو یا کف پاتو قلقلک میده، بی اختیار از جا میپری و میخندی. اما چرا؟ مگه فرقش با یه لمس ساده چیه؟ یه سری گیرنده لمسی ظریف توی پوست داریم به اسم اجسام مایسنر. این اجسام مایسنر به لمس سبک حساسن و سیگنال هایی که تولید میکنن رو از طریق اعصاب حسی به نخاع و در نهایت به مغز و سوماتوسنسوری کورتکس میرسونن. اما چرا با لمس معمولی همین اتفاق نمیفته؟ چون در قلقلک پای هیپوتالاموس و آمیگدال هم وسطه. در واقع مغز این تحریک رو به عنوان یه جور تهدید یا حالت دفاعی تفسیر میکنه که نتیجهش میشه خندیدن و دور کردن عضو از فرد قلقلک دهنده. و اما نکته طلایی، خودت نمیتونی خودت رو قلقلک بدی. چرا؟ چون در این حالت سربلم یا همون مخچه حرکات بدن رو پیش بینی میکنه و اجازه نمیده که مغز گول بخوره. پس قلقلک یه بازی عصبی بین پوست، نخاع و مغز و کاملا بیفایده است ولی جالبه. این پست ارزش سیو کردن نداره ولی بفرست برای اون دوستت که قلقلکیه.